این رزماریه همونجور که روش نوشته نشون دادم من، ولی اونایی که تو ایران هست نون خشکا انواع اقسامش هست شیوید داره، خیلی اونا رو دوست دارم. اینجا نیست نون شیویدی. و میزنم سوپ. فول کورن هم هست. خیلی خوش طعمه. خیلی نونش خوشمزه است. من چند بار دیگه این نونه رزماری گرفتم ولی به این خوشمزگی نبوده. اینو از ادکا گرفتم. روشش وگانم خورده و فول کورن هست، سالمه. خیلی خوبه. چیزای دیگه هم داشت، طعمای دیگه هم داشت اگه دوست داشته باشید هر طعمی، ولی این به قول چیزا پرفکتو. سلام، چطورین؟ من تو ولاگ مثل دیروز گفتم که یهویی خوابم برد و بیهوش شدم، یعنی خواب نرمال نبود، یه حالت بیهوشی بود، چون من اهل خواب ظهر نیستم و یه حالت بیهوشی بود اون خواب. و دوباره صبح هم همونطوری نمیتونستم، با اینکه بیدار شده بودم نمیتونستم بلند شم و اینا. خیلی یه حالت عجب غریبی. میگم من به داریوشم نمیتونستم حالت رو توضیح بدم، گفتم یک کمرم انگار خالی میکنه، یه جوری نمیشه توضیح داد. بعد دیگه یه ذره شک کردم، گفتم که تست بگیرم. الان دوباره مثلا شما که ایران اگه هستید که میدونم آنفولانزا نوع A مثل که اومده شدید و همه گرفتن تقریبا و خیلی هم بده آنفولانزا، مثلا نوع Aش. نوع A تنفس رو درگیر میکنه و اینا، خیلی بده. بعد اینجا خب اثر کرونا این تستای خونگی کرونا بود میگرفتیم. بعد از اینکه آنفولانزا اومد ژانویه گذشته، این تستای آنفولانزا هم اضافه شد بهش. حالا یه سر تستا اومده که من گرفتم. این نوع تست دوتاشو داره، یعنی با یه تست که میگیری هم آنفولانزا A هم B، یعنی هر کدوم باشه میگه A یا B، و کرونا کووید نوشته. هر دوش دیگه جدا نمیخواد یه تست آنفولانزا بگیریم یه تست کرونا بگیریم. اینجا نوشته 3-1 2 تا تست توشه. 2 تا تست توشه توی یه بسته. قیمتش پس خیلی خوبه سر، چون تست کووید 1.5 رو یه دونش. من اول اینو پیدا نکردم، اول اونو گرفتم 2 تا، بعد 2 تا اون شد 3 یورو. حالا این نمیشه 2 تا توشه. من اینشو متوجه نشدم و 2 تا برداشتم، یعنی 4 تا در اصل دارم. خوبه بازش کنم و گفتم بیام، شاید خیلیاتون ندیده باشین چجوریه و اینا، که خونه آدم بگیره تو ایران مثلا ندونین. گفتم بیام با شما تستو بگیرم. مثلا زده خب 3 و ب خطش شه، یعنی ب رو داری. 3 و آ خطش پررنگ شه، آنفولانزا آ رو داری. 3 تاش بشه، آ و ب رو با هم داری. 3 خالی بشه، نداری. خب چرا من داشتم این جعبه رو میدیدم تو ماشین دستم بود، گفتم که اینجاش چیه. میبینین مثل نور جوریشه، این خطا رو میبینین. گفتم اینجا چیه، این فرو میره. بعد نگو چیه. اینو برمیداریم، این مایعی که برای تسته توشه. در پوش رو باز میکنیم، به این جعبه اینجوری فرو میکنیم. بزنیم بیام پایین اینجوری. اینو برای این گذاشتن که اینو نگه داره. چقدر جالب. خب 2 تاست، ببینید 2 تا تست دقیقا توش.
یکیشو میذارم کنار، هر چیزی که لازمه. و این برند تست تو رسمان برید، تست مثلا ویتامین د، تست های مختلف داره که آهن، منیزیم، تست کبد، همه چی رو خودتون تو خونه بگیرید. خب حالا این بره کنار. ما یه دونه این میخوایم، یه دونه خود تست. و مرحله بعدی اینه که اینو باز میکنی. درست همین لبه ها که خودش گذاشته برای باز کردن باز میکنیم و برسش پایینشه و در انتهای بینی میچرخونی. دوتا تا این روز بیفتید. بعد میکنید این تو میچرخونید. میکنیم این تو میچرخونیم. 8 تا 10 بار بچرخونید. من بیشترم چرخوندم. 8 تا 10 دور بچرخونید. میگه وقتی میخواید بیارید بیرون این بدنه که نرمه اینجاش فشار بدین، وسط بالا شیرش بره توش، شیره اصلی تو باشه. بعد اینو میبندیم این صورت و تست رو باز میکنیم. این تست 2 تاشو داره. و اینجا باید چک کنیم 3 قطره. این شروع کرده و این شروع میکنه به خط افتاده. فعلا یه دونه خط افتاده و اگه نتیجه همین یه دونه خط باشه، آنفولانزاش که یه دونه سی یعنی منفی و کووید هم سی یعنی منفی. انقدر من نوع اصلا عجیب غریبی بیهوش بودم، یاد اون دوران کرونا افتادم که من کرونا گرفته بودم و تو ماشین بودیم یه مسافت طولانی و منم اینجوری بیهوش می شدم. هی بیهوش می اومدم، هی بیهوش می شدم، یه تایمی می رفتم دوباره بیهوش می اومدم. یه همچین حالتی تو این 2 روز داشتم و برای همین شک کردم. حالا نمیدونم به اندازه مخاط برداشتم، میتونم چون 2 تا داره بعدنم دوباره بگیرم، چون این تستای خونگی همچی دقیق هم نیست. مثلا گفتن که تا حالا ما گرفتیم منفی بوده، دوباره شبش یا فرداش گرفتیم مثبت بوده، بعدم یهو اون بیماری تو حالت پنجره است و تو تست نشون نمیده. ممکنه فردا بگیرم مثلا مثبت باشه اینطوری، ولی اگرم چیزی نباشه که فعلا منفی داره نشون میده، یه خط اونم حروف سی یعنی منفی هر دوش. و نمیدونم این بیهوش شدن من که خیلی غیر طبیعی بود چیه، خیلی اصلا عجیب بود حالا. اینم از تست ما.
بریم سراغ خونه 13. ببینیم امشب چیزی به اون میده یا خالیه مثل دیشب. بیاین جلو بریم. بیاین بریم که 13 رو باز کنیم. یعنی چی میتونه باشه؟ فعلا که سوپ خوشمزه خودم خوردم، خیلی چسبید. خیلی وقت بود همچه سوپی عوض کرده بودم، مخصوصا 2-3 روز خیلی شدید عوض کرده بودم. خب دوباره صورتیه. یه چیز خوب در اومد، اما یه دونه من از اینا بسته میگیرم که مثلا 5-6 تا از اینا توشه. 2 تا هم جا میشد که جاش بزرگ. این موچیه کارامل نمکی انگار، یه همچی چیزی. ببینیم. این موچی ها که اینجوری 2 مدل موچی هست، من هر دوشم دوست دارم. یکیش که باید تو فریزر باشه، وسطش بستنیه، خیلی خوشمزه است، اونم واقعا خوشمزه است، من خیلی دوست دارم. و یکی هم این موچی ها که همه طعماش خب وگان نیست. البته چرا یه برندی دیدم هست ولی خب به خوشمزگی اون برندی که من دوست دارم نیستش. اینم حالا نمیدونم خوشمزه است نه. اونو من یه لوبیایی دارن خودشون که شیرینه، یعنی مثل وسط کرپاشو میذارن وسط همین موچی ها، مثل مارمالاد و اینا. مثلا این موچی های مربای مارمالادی ها، بعد وسط اینا ولی یه لوبیا شبیه لوبیا قرمزه خودمون که باش قرمه سبزی اینا درست میکنین، ولی نوعش فرق داره، شیرینه، خیلی خوشمزه. حالا این موچی وینگ خوشمزه است، نه جایی نخورده بودم، خوشمزه است، جبران کرد. ولی خب چرا یه دونه؟ جاش بزرگه، اصلا وا کنیم مثلا اینا دونه دیگه قیمتی نداره، 2 تا مینداختین تو دیگه. یعنی من اگه اینو طعمشو تو فروشگاه میخوندم نمیخریدم، میگفتم که نه کرم نمکی چیه. ببینید یه قاشق چوبی هم عکسش مثل نمک مانند داره. ولی خوشمزه است. نگه میدارم اینو که ببینم همین برند دیگه چه طعمایی داره. برندش هم خوشم اومد، کیفیتش خوبه. یه دونه گرفتم مثلا وگان بود، خیلی طعم داشت، تازه یه طعم خوبه گرفتم امتحان کنم. آرده، انقدر این آرده روش زیاده، قش صدا میده میخورم از این آرده انقدر زیاده. ولی اون یکی برندی که خوشم میومد خیلی کم هستش و اینو حالا میخوام بزنم ببینم حالا که این وگانه چه طعمای دیگه ای داره و این طعمم خوشم اومد. میگم واقعا اگه من اینو میخوندم نمیخریدم، ولی خوشم اومد. تا فردا که 14میشو باز کنیم. بای.